این هفته خبر تو خبر داره براتون از دوران پس از زهرخوری که دیگه تو مجلس وحوش کار رو به کشتی کج در صحن علنی کشون. دعوایی که از ماستمالی ترجمه بیانیه وین توسط ظریف شروع شد ولی تهش لاریجانی رو هم داد زیر تیغ. الان حدود تقریبا یک هفته میگذره آقای ظریف متنی رو اینجا تحویل دادن که ترجمهش ناقص بوده. بعد وزارت ارشاد اومده اطلاعیه‌ای داده گفته مصوبه شورای عالی امنیت ملی اینه که رسانه‌ها باید تعریف و تمجید کنن، کسی انتقاد نکنه. که حالا اون ترجمه اشکال داشت، یه ترجمه بهتر از کجا که همین ترجمه رو یک کس دیگری نخواند و نگوید اشکال داره. این برخورد سلطنت مآبانه با مجلس کردن آقای ابوترابی. آقا شلوغ نکن آقای جلالی، بذار حرف من تموم شه، بعد شما خود شیرینی تو بکن. کی تضمین میکنه این ترجمه مطلوب است؟ کی تضمین میکنه این را؟ مجلس سر کار. مسئله اول این هستش که عده‌ای خودشون رو کاملا 100% تابع ولایت میدونن. قسمت بعدیش این هستش که دیگران رو خائن میدونن، دیگران رو غیر ولایی میدونن. خب بله اجازه بده شما، اجازه بده. ببین برادر عزیز من، شما مشکل اساسی تو همین جاست. اجازه بدید. اوچیگری نکنید. شما اشکالتون در اینه که خودتون رو آقای جلالی اجازه بدید یه لحظه. اجازه بدید اتاق کنترل تلفن رو خاموش کنن. یکی از برادران دیگر در جایی گفته بودند که سگ آقای احمدی نژاد و مشایی شرف داره به اینا. با این وجود میشه پیش بینی کرد که اگر به هم پریدناشون تو مجلس بازم ادامه پیدا کنه چند روز دیگه به این صحنه ها میرسیم. در حالی که از توی مجلس صدای ترق تروق و بزن شنیده میشه، شیخ فری هنوز تلاش میکنه توافق زهرآلودش رو به عنوان یک جام زنگ زده به بسیجیان دلواپس غالب کنه. به هر حال در یک مسابقه بازی و فوتبال هم وقتی ما میگیم برنده شدیم یا موفق شدیم، معنیش اینه که ما 3 تا گل زدیم 2 تا گل هم خوردیم. حالا یه عده بیان میگن که آیه فرصت هم بود یک گل دیگه میشد 4 بشه نزدید شما. یکی از اون گل‌هایی که شیخ فری ادعاش میشه که زده آزاد شدن پول‌های توقیف شده تو بانک‌های خارجیه، اما هنوز پولی نرسیده. چنان بخوری ازش راه افتاد که آخرش چیزی نموند و معلوم شد این گلم به دروازه خودی بوده. ارزش اموال بلوکه شده ایران این روزا مثل قیمت برخی چیزا هی داره بالا و پایین میشه. از رقم 180 میلیارد دلار استاندار تهران و 150 میلیارد دلار معاونش تا 57 میلیارد دلار وزیر اقتصاد و 29 میلیارد دلار رئیس بانک مرکزی. بله، به همین سادگی تو روز روشن 100 میلیارد دلار رو قلمبا کردن. البته اگر میخواید بدونید که برای آزاد کردن همین قدر پول چه حرفایی هنگام سرو جام زهر پشت میز مذاکره رد و بدل شده، باید سراغ اون طرف میزیا برید. من به اونها گفتم که شعار مرگ بر آمریکا ندیم چون کمکی نمیکنه. ما قطعا اینطور مسائل رو مطرح کردیم. در حالی که سناریوی برد شیخ فری دیگه حتی تو درون نظام مضحکه شده که سانتریفوژ ها رو بردن، باز این سبز علی رضایی برای که در بین دلقک‌های نظام رتبه خودش رو از دست نده، این بلوف استکبار ترسون رو کرد. من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم، به عنوان یه سرباز، به عنوان یه
پاسدار انقلاب اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه، اما ما توصیه میکنیم که این فکر رو از سرشون بیرون بکنن. آخه سبزعلی تو رو چه به این افه ها، تو برو اول مشکل بلندگو رو حل کن. بعد از 15 جلسه وزرای خارجه 5 به اضافه 1 ارجاع میشه. مشکل هسته‌ای حل میشه ولی مشکل بلندگو حل نمیشه تو جمهوری. اگر ما دیدیم در مجلسی مشکل بلندگو در جمهوری اسلامی حل شده، بدون همه مشکلات حل شده. صدا فکر میکنم خوب است. افه های سبزعلی برای طرف حسابای مذاکره در حالیه که همین الان دارن روزانه 10 تا تابوت کشته های نیروی قدس رو از عراق و سوریه برمیگردونن زیر عبای ولایت. مراسم بزرگداشت شهید ابو منتظر المحمداوی مسئول عملیات سپاه بدر عراق در شهر ری برگزار شد. مجلسی که میزبانانش سرداران بزرگ اسلام بودند. خلاصه این که فیگورای سبزعلی زودتر از اون تقش در اومد که کسی بخواد جدیش بگیره. دعوای جام زهر خوردن یا نخوردن یکی از دعواهای دیرین نظامه که از فردای گور به گور شدن امامشون شروع شد. جهان از بعد امام اینا شروع شد یه حرفا، آشتی با جهان، نمیدونم متعادل بشیم، افراطی بودیم، اینا همه این حرفا غیر مستقیم بین امام متجرد نمیکردن اسم امامو ببرن، میگفتن افراطیون. منظورشون در رأس افراطیون خود امام بود، چون امام این کارا رو کرد. آقا امام گفت اسرائیل باید از بین برود. امام گفت ما برای آمریکا در جهان اسلام منافع نمیگذاریم. اما الان که بیش از 2 دهه از مرگ امامشون میگذره، دیگه نه از روزه‌های استکباریش چیزی مونده و نه از دکون دین فروشیش، طوری که این حاجی تلمبه به پت پت افتاده که یه جوری بسیجی‌ها رو قانع کنه که تو مجلس ساز و آواز نزنن. مجالسی که توش گناه و معصیت هست، این رو باید خیلی مواظب باشیم. گاهی مجالس لهو و لعب، مجالس عروسیه، اینجا رو یک برنامه ریزی بکنیم. اگر فتنه‌ای به پا نمیشه نریم، اگر فتنه به پا میشه ناچاریم بریم. میتونیم جلو اون گناه معصیت رو بگیریم با مدارا، با امر به معروف و نهی از منکر صحیح. حتما این کارو بکنیم. خواهش، تمنا، دیگران رو هم بیایم تهییجشون بکنیم که عده زیاد که شدن اکثرا بگن ما راضی نیستیم به این ساز و آواز و رقاصی و یا اختلاط زن و مرد، قطعا اونا حاکم میشن. و اگر نتونستیم یک حیله هایی به کار ببریم، مثلا آخر مجلس بریم، موقع شام دادن بریم، موقعی که برنامه هاشون تمام شده که هم قطع رحم نشه. در از صورت از یک کارشناس مذهبی هم اگر شک کردیم بپرسیم. آخه حاجی تلمبه مارادونا رو ول کن، قزنفر رو بچسب که به خودتون گل نزنه. به جایی که برای مجالس رقص و آواز نسخه بپیچی، برو ببین که تو همین مجالس بسیجی ها جنگ نرم چیکار کرده. این حاجی جام زهری هم که دیگه جهت باد رو اونوری دیده، تنها راه برای جلوگیری از انفجار بشکه باروت رو در دنده عقب گرفتن روی خط قرمزای ولایت دیده. اصلا یه چیزهایی حرام مسلمه. من بگویم آیه درست کار شما امروز روزه گرفتید یا نگرفتید؟ چه ربطی به من داره؟ اصلا این سوال ها تجسسیه که حرامه. حرام. تجسس نکنید.
من چه حقی دارم ببینم این آقا روزه میگیره یا نه؟ هی مواظب باشم دوربین بگذارم ببینم این مخفیانه چیز میخوره یا نمیخوره. این اصلا حرامه. یه کسی میخواد بره یه جا استخدام بشه، سوال بکنیم که نمیدونم مادرش نماز خوندی یا نخوندی، مادرش نمیدونم مانتویه یا چادریه، قبل از انقلاب چجوری بوده. خب این سوالا خلاف شرع، اینا حرامه. این یارو طوری صحبت میکنه که انگار خبر نداره اگه عظما تو همه این زمینه ها عقب نشینی کنه که دیگه سرپا نمیمونه. توی این جلسه هم اومدن معاون حقوق بشر وزیر دادگستری رو معرفی کنن. یارو اینقدر خالی بست که خودش سنکوب کرد. خدمت از شورای ستاد حقوق بشر هست که باز وزیر دادگستری عضو این شورا هست. این مجری تیویدیش که ظاهراً پشتش به اون بالاها گرمه، خیلی ادعاش میشه که میتونه حرفای چالشی تو برنامهش بزنه. روی همین حساب یه پیامک براش دادن، گفتن مردی بخون، که اونم تو برنامه زنده شروع به خوندن کرد تا جایی که اتاق فرمان دادش در اومد. اما عزیزی با عصبانیت با اسم یکی بود و دیگر نیست نوشته‌اند. خوب مردم رو سرگرم آشورا ماشورا کردین تا مسئولان نظام با خیالی آسوده و بی‌دغدغه به غارتگری ها و ظلم و ستم هاشون ادامه بدن و در دلشون به مردم زودباور ساده بخندند و تا ابد غرق در مشکلاتی که هیچ وقت حل نخواهد شد باقی بگذارند. در مسیر خوبی قدم گذاشتین به خیال خودتون. متاسفم برای خودم و هم نسلانم که در این زمان و مکان زیست میکنیم. خاک بر سر ما باشد. بهتر از این روزگار سیاه است که برای ما به وجود آوردید. زیر پرچم خدا و اسلام و امام زمان و امام حسین راست گفته هرچی دارین از محرم و سفره. چون مقوله های درآمدزاییه برای دکانداران دین و دلالان بهشت خیالی. و پیام‌های مثبت دیگری که حالا اینجا هست، ولی با این توی این برنامه هم رفته بودن یه زن آلمانی و 2 تا بچهش رو آورده بودن تا از زیر زبونشون یه حرفی برای پانسمان طلسم ولایت بیرون بکشن، اما بیشتر شبیه فیلم پلیس کودکستان شده بود که بالاترین چیز علم فرستاد. خب ما اینطوری هستیم، ما یه چیزی که همیشه ایوالو میکنیم. آها خیلی حواسش جمعه که شما چی دوست دارین چی دوست ندارین. باریکلا پسر، ماشاءالله. خالم میبره. شاید 1 سال بیشتر از محمد رسول ها شناس بشیم. ایرادی نداره، خیلی کنجکاو میخواد سری شیرجه بزنه. تو من کمکت میکنم اما شیرجه میزنه. نجب العابدین communication with Allah. ارتباط با خدا. بدون اون نمیتونیم ظلم solve کنیم. So you know because من نمیدونم جدا از این چی در زندگی کنیم. برای اینکه okay we get bored shopping میریم هم چیزی، ولی خوشحال نمیشه. اصلا تحمل نداری زهیر. الان میریم تو آب. ما به رسم یاد بود یه تندیس در حقیقت تقدیم میکنیم به شما. همون بود که بهت گفتم اون که جایزه نیست. جایزه نیست؟ پس این چیه؟ هیچیه. و اینکه این جمله زیبا بسم الله الرحمن الرحیم. نه این انگشتر برای شما خیلی بزرگه. بیا 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 بیا. در پایان توجه شما رو به شیرینکاری یه پسر شیطون توی یک دوربین مخفی جلب می‌کنیم که همه دهان‌ها رو باز نگه می‌داره اندازه غار.